سلام، به کانال فیلمگرام خوش اومدین. تو این اپیزود به معرفی و بررسی فیلم وارفر که به تازگی با کیفیت خوب در دسترس قرار گرفته میپردازیم. امیدوارم دیدن این معرفی بهتون کمک کنه تا تصمیم بگیرید که دوست دارید این فیلم رو ببینید یا نه. قبل از اینکه معرفی رو شروع کنم ازتون درخواست میکنم این ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا با انتشار ویدیوهای بعدی زودتر خبردار بشین. متشکرم. خب بریم سراغ فیلم. فیلم وارفر یا همون جنگاوری یک فیلم مستند داستانی بر اساس خاطرات سربازانی ساخته شده که در سال 2006 در جوخه تفنگداران دریایی ایالات متحده مأموریت خطرناک رو در شهر رمادی عراق آغاز میکنه. کارگردانی و نویسندگی کار به طور مشترک بر عهده الکس گارلند و ری مندوزا است. نویسنده اصلی آقای ری مندوزا است، کسی که اساس داستان فیلم بر پایه خاطرات ایشون بنا شده و اتفاقا در فیلم فقط از اسم واقعی 2 نفر استفاده شده که یکیش همین ری مندوزا است و اون یکی تک‌تیرانداز جوخه به نام الیوس میلر با بازی کازمو جرویسه که در پایان فیلم اثر بهش تقدیم میشه. اسم سایر شخصیت ها به دلیل امنیتی و اینکه هنوز تعدادشون در ارتش آمریکا شاغل هستن تغییر کرده و حتی در پایان فیلم در تصاویر واقعی این افراد چهرهشون رو پوشوندن. از الکس گارلند هم احتمالاً کارهای موفقی مثل انیلیشن و اکس ماشینا رو دیده باشید. شاید با دیدن اسم کارگردان انتظار جلوه‌های ویژه‌ای خاص به سبک فیلم‌های علمی تخیلی داشته باشید، اما اینطور نیست. بازیگرای خیلی مطرحی نداره ولی چهرهای چند تاشون حتما براتون آشناست. ویل پورتر که قبلا میز رانر رو ازش دیدیم و کازمو جرویس که اگر ذهنتون درگیر اینه که قبلا کجا دیدینش بدونین که توی شوگون نقش همون تاجر خارجی رو بازی میکرده که اومده بود به ژاپن. To show your true heart is to risk your life. What happens if he's found? نقدهای بسیار مثبتی برای فیلم نوشته شده و امتیازهای خوبی هم گرفته شده و اغلب کاربران نظرشون این بوده که حتما این فیلم رو در سینمای آیمکس تماشا کنید که البته برای ما در دسترس نیست. از سایت IMDb نمره 7.6، از متا 78 و از راتن نمره 93% رو گرفته که نمرات نسبتاً بالا. در بخش اجماع منتقدان سایت راتن نوشته شده که وارفر با روایتی دقیق و با مهارت فیلمسازی فوق‌العاده وحشت اولیه نبرد را با قدرتی دلهره‌آور تداعی می‌کند. فیلم محصول کمپانی A24 و با بودجه $20 میلیون ساخته شده و تا اینجا در اکران جهانی حدود $29 میلیون درآمد ناخالص داشته. در هفته اول اکران با فروش $8.3 میلیون در جایگاه 4 باکس آفیس قرار گرفت که با توجه به ژانر فیلم رتبه خوبیه. هرچند در هفته دوم با 41% کاهش مواجه شد و به جایگاه 5 رفت. داستان فیلم در جریان نبرد رمادی در سال 2006 اتفاق میفته که در اون جوخه آلفا وان از نیروی ویژه نیروی دریایی ایالات متحده در تاریکی شب کنترل یک خانه محلی رو به دست میگیره برای پشتیبانی از عملیاتی که قرار روز بعد اتفاق بیفته، ولی اتفاقاتی میفته تا سربازان گرفتار وضعیتی بحرانی بشن که برای درآمدن از این وضعیت نیازمند رسیدن نیروهای کمکی هستند. اغلب فیلم‌های جنگی برای این ساخته میشن که واقعیت‌های تاریخی رو بازگو کنن تا مخاطب با چهره زشت جنگ آشنا بشه و این اثر کاملا تونسته این کارو بکنه. از نظر تکنیکی و فیلمبرداری در لول بالایی قرار داره و کادربندی‌ها بسیار عالی و حرفه‌ای انجام شده. با اینکه قصه و داستان مشخصی نداره اما با استفاده از تعلیق و سکوت تونسته لحظاتی رو خلق کنه تا مخاطب با تمام وجودش بتونه دشواری و وحشت جنگ رو درک کنه. ریتم کندی داره که اتفاقاً کاملا آمدانه و قابل پذیرشه. آیا این فیلم یک فیلم سرگرم کننده و لذت بخشه
به هیچ وجه. درسته که یک سری پلان‌های هیجان انگیز و نفسگیر داره، اما مخاطب در اغلب زمانهای فیلم در یک بیخبری و انتظار حوصله سربر به سر میبره. شاید فیلمساز میخواسته ما با سربازها همزاد پیداری کنیم و بفهمیم چقدر صبر و تصمیم‌های لحظه‌ای در جنگ مهم و حیاتیه. فیلم دارای صحنه‌های خشن و غیرقابل تحملی از درد کشیدن‌های سربازانه که کاملا همراستای هدف نهایی فیلمه. این فیلم در لیست فیلم‌های پیشنهادی من قرار نمیگیره، ولی اگر برای این میخواین فیلم رو ببینین که بیشتر با جنگ و چهره زشتش آشنا بشین و اونو با تمام وجود لمس کنین، تصمیم با خودتونه. جنبندی نهایی اینه که احتمالاً این فیلم به دلایل سیاسی و غیر سیاسی از مهمترین فیلم‌های سال 2025 خواهد بود و میدونم که معتادای فیلم و سریال مثل من نمیتونن از دیدنش چشم پوشی کنن، پس مراقب باشین با کودکان و افرادی که روی حساس دارن این فیلم رو نبینید. در پایان اگر از این اپیزود خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا معرفی بعدی، خدا نگهدار.